بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، از فرام هستم با یکی دیگر از برنامه‌های اهداف خلقت اولین انسان یکی از پیچیده‌ترین مسائل راز آفرینش میباشد. با تأکید بیشتری میتوان گفت که یکی از اهداف خلقت انسان پی بردن او به قوانین حاکم بر خلقت میباشد. شما را به ادامه برنامه در این باره دعوت میکنم. با ما همراه باشید. قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. و گفتیم ای آدم تو با همسرت در بهشت سکونت کن و از نعمتهای فراوان و گوارای آن هرچه و هر کجا می‌خواهید بخوشید و آسوده بخورید و اما نزدیک این درخت نشوید و از آن نخورید که اگر چنین کنید از ستمگران خواهید شد. هدف خداوند از آفرینش انسان و سایر پدیده ها ظهور و تجلی است. خداوند انسان و جهان را خلق نمود تا اینکه ظاهر و هویدا شود، نه اینکه کسی او را بشناسد. خداوند بی نیاز مطلق است، هیچ نقصی در او نبوده و هیچ کمبودی ندارد تا بخواهد با آفرینش انسان یا جهان آن را جبران نماید و یا سودی از آفرینش عالم و آدم نصیب او شود. خداوند چون کامل است لازمی کمالش فیاض و جواد بودن است، پس فیض بخشی و بخشندگی کرد و جهانی زیبا و کامل آفرید. بنابراین صدور وجود و هستی از خداوند واجب بود. خداوند در یکی از آیات قرآنی می‌فرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من پریها و انسانها را جز برای پرستش خود نیافریده‌ام. منظور از عبودیت و بندگی به جا آوردن ارکان اسلام و تفکر در خلقت جهان و تسلیم در برابر خداوند سبحان و اطاعت بیچون و چرا از خدا به منظور تقرب به او است و راه نیل به قرب الهی هم عبادت و پرستش و در آزمایش نمره قبولی گرفتن است. و قرآن فرمود الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. آن کسی که مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک از شما بهتر عمل می کند. خداوند را آنگونه عبادت کن که گویا او را می بینی و اگر چنین احساسی نداری چنان باش که پروردگارت تو را می بیند. در این عصر که علم گسترش یافته است، موضوعات قرآنی با اصول علمی تحت مطالعه قرار گرفته اند و دانشمندان موفق به کشف پیشبینی ها و معجزات این کتاب آسمانی شده اند که 1400 سال و اندی پیش به خاتم پیامبران حضرت محمد صلی الله علیه و سلم الهام شده است که در اینجا برانم برخی از آنها را بازگو نمایم. نظریه انفجار بزرگ، انفجار بیگ بنگ، سوره انبیا آیه 30. اشاره قرآنی به جدایی قاره ها و مرز میان آب شور و شیرین، سوره فرقان آیه 53. در سوره مؤمنون از آیه 12 تا 14 از ماهیت شکل‌گیری جسم انسان درون تاریکی های رحم توصیف دقیقی ارائه می دهد. سیاه‌چاله ها و ستاره های نوترونی گوشه ای از معجزات قرآنی است. سوره طارق آیه 1 تا 3. 7 لایحه جو زمین در سوره بقره آیه شریفه 29. حرکت خورشید و ثابت نبودن آن سوره یاسین آیه 38. اشاره به حرکت انتقالی کره زمین سوره نمل آیه 88. اعجاز عددی و نظم ریاضی قرآن، خواص دارویی میوه های قرآنی که شامل انجیر، انار، زیتون، خرما و انگور می باشد و اینها تنها بخشی از پیشبینی های قرآن بود. خداوند از انسانها می خواهد همان گونه که در آیات قرآن تفکر و تعقل کنند، در آیات و نشانه ها و اسرار جهان تکوین و به تعبیری در آیات آفاقی و انفسی نیز تأمل نمایند تا از طریق آنها پی ببرند که تنها خداوند حق است و این جهان باطل آفریده نشده است، بلکه خداوند از خلقت آن هدفی داشته است.
و تو ای فرزند آدم اطمینان داشته باش اگر خدا را آنگونه که میخواهد عبادت کنی هر چه را طلب کنی میپذیرد و به تمام خواسته هایت میرسی. پس جز ذات الله کسی سزاوار پرستش نیست. ای آدمی زاد، با روشن شدن و دیدن این حقایق از همین حالا تصمیم بگیر و برای آینده ات طرحی نو در انداز و برای نزدیک شدن به پروردگار جهانیان دست از تلاش برمدار. این حقیقت است که چگونه روز به روز مایه‌های اصیل دینی و کشش‌های خاص اسلام راستین بارورتر شده و شعاع عمل کرده آن وسیع‌تر می‌گردد. از بارگاه خداوند خواهانم که همه ما را از دانشی که به ما ارزانی داشته بهره مند گرداند و عمل ما را خالص برای خود قرار دهد و از علومی که نفعی ندارد دور گرداند و ما را به عبادت هرچه بیشتر خود سوق دهد و نور ایمان را در دلهای ما فروزان گرداند. والسلام على من اتبع الهدى. و سلام و درود بر آن کسی باد که راه هدایت را در پیش میگیرد. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب ويشتو الطير في البستان لا أندى ولا أطرب. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب ويشتو الطير في البستان لا أندى ولا أطرب. وكل الكون إحكام من الأسماء إلى الأصوات ووحي الله إلهام فجل الخالق الأكبر. وكل الكون إحكام من الأسماء إلى الأصوات ووحي الله إلهام فجل الخالق الأكبر.